سلام، شیرین دوست هستم، دوبلور 3 نقش مکمل. این اولین کار دوبله حرفه‌ای من هست. خب مرلین، ستاره بودن چجوریه؟ و اولین بار هستش که یه کار دوبله داره اکران میشه به دلیل اینکه دوبله این کار انحصاریه و تو هیچ پلتفرم دیگه‌ای پخش نشده و ایونتی که در پایان انجام شد، تحلیلی که انجام شد، خب باعث شد خیلی بست بدم این کارو تو زندگی شخصی خودم و اینکه هر آدم یه مرورگرایی درونی خودش رو داره که دوست داره دیده بشه، دوست داره تشویق بشه و خب خیلی چیزا برای من شفاف سازی شد و در پایان هم از دکتر محمدی که مدیر دوبلاژ این کار بودن و همینطور نقش نقش مونرو بود رو دوبلش رو انجام دادن و در کنار ما بودن و باعث شدن که یک شب ویژه و خاطر انگیزی برای ما همه ما رقم بخوره. خیلی ممنونم و سپاسگزارم. خانم مونرو تو این سالن هوا خیلی گرمه. خانم مونرو ما تو نیویورک فرود اومدیم. حالتون خوبه؟ آره. میخواید کمکتون کنم؟ پالتوتون رو میارم. بیا اینو بگیر. بلند شید. حالا مراقب باشید. چیزی نیست. الان پیاده میشید. مراقب باشید. من بازداشت شدم. حالا چه اتفاقی برام میفته؟ خانم مونرو اینجا نباید دراز بکشید. لطفاً کمک کنید. بیا گرفتمش. بلند شید لطفاً. سپیده چخماقی هستم. امروز فیلم بلوند رو دیدم. کار خیلی قشنگی بودش. خوشم اومد به خاطر اینکه بعد از اینکه فیلم تموم شد ما یک تحلیل روانشناسی و روانشناختی داشتیم در مورد این فیلم. با توجه به اینی که به هر حال من حالا کلاس‌های زنگ سینما گذروندم و نقد و تحلیل فیلم رو اگر از جهات مختلفی بخوایم ببینیم فیلم رو کسای دیگه‌ای بودن که این کار رو کردن، شکل‌های دیگه‌ای تونستن تحلیل کنن و نقد کنن و فکر کنم که این اولین باری بوده که به شکل روانشناسی این فیلم تحلیل شد. در این فیلم ما متوجه شدیم که مسئله فیلم مرلین مونرو فقط خودش نیستش، در واقع اون بیماری که اون داشته بوده. خیلی ممنونم از خانم محمدی. خوشحالم که در این جمع بودم و خیلی حس خوبی داد، خیلی اطلاعات خوبی به من دادن. تشکر میکنم. خب سلام، خیلی ممنونم از استقبال گرمتون و امیدوارم که بتونیم در کارهای بعدی کیفیت خودمون رو ببریم بالاتر و بتونیم که شرایط بهتری و از هر بابت برای تماشاچی عزیزمون که میان و استقبال میکنن فراهم کنیم. خیلی ممنون. به نام خدا، امیرمهدی شریفی هستم، یکی از گوینده های این کار که چند تا از نقش‌های فرعی این کار به عهده من بود. خیلی خوشحالم که بخشی از این پروژه بودم. پروژه فیلم بلوند که از چند ماه پیش در شرف کنسل شدن هم حتی پیش رفت ولی در نهایت کار جمع شد و این فیلم بلوند که
در مورد بیماران دو قطبی هست، یک بیماری که الان نه تنها در زمان حال بلکه از گذشته‌های دورادور در هر زمان و مکان میتونست این بیماری فراگیر باشه. در نهایت این فیلم به اکران عمومی در اومد و خوشحالم که بخشی از این پروژه بود. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بیننده های عزیز. خب حیطه تخصصی که من کار میکنم گویندگی و دوبلاژ نبوده و به صورت تخصصی من بازیگری کار میکردم، ولی این کار برای من در وهله اول یه چالش خیلی شگفت انگیز بود با یه تیم حرفه‌ای، یه تیم کاملا متعهد، متخصص، تیمی که تک تکشون برای کاری که میکردن ارزش قائل بودن، ارق داشتن و کاملا احساس میکردم که دارم با یک خانواده یک ماجراجویی و یک سفر شگفت انگیز رو پیش میبرم و ازشون ممنونم که این فرصت رو به من دادن، به من اعتماد کردن و تا ابد قراره بهش افتخار کنم. متشکرم. تو اکران فیلم بلوند هستیم. اتفاق خیلی جذابی بود که برای میشه گفت اولین بار داره میفته. پروسه خیلی سختی بود واقعا و اتفاق خیلی باحالی که من واقعا دوست داشتم که اینطوری بود این بود که صرفاً داستان دوبله یک اثر و پخشش نبود و جلسه تحلیلی که اتفاق افتاد هم جلسه واقعا کاملی بود. همین که واقعا نیاز بود در کنار همچین اثری ما همچین چیزی داشته باشیم. واقعا ممنونم از همه عوامل که زحمت کشیدن و تونستن همچین اثری رو خلق کنن. دوشم با زحمتکش عزیز که خیلی هم زحمت کشیدن و توی این اثر. قربان شما باشه. منم این اثر رو خیلی دوست داشتم. به نظر من دوبله فیلم بلوند جرأت می‌خواست به دلیل ساختار خود فیلمش و این جرأت رو من تحسین می‌کنم. همه بچه‌ها سعی کردن که همه توانشون رو بذارن. شاید نقدهای تکنیکی وارد میشد به این کار، ولی رو پکیج کلی کار ارزشمند و پسندیده‌ای بود و خود قوت میگم به همه عزیزانی که تو این کار کمک کردن و یاد رسوندن. درود و سلام خدمت شما همه دوستان عزیز. کوروش باطبی هستم، گوینده و صدا پیشه. خب تو اکران فیلم بلوند هستیم که افتخار همکاری با خانم دکتر فاطمه محمدی رو داشتم در کنار دیگر دوستان گوینده و هنرمندمون. خب همونطور که حالا کم و بیش شنیدین، این اکران مربوط به بحث روانشناختی فیلم بلوند، یعنی شخصیت اصلی فیلم که مرلین مونرو باشه بوده. بحث روانشناختیش منظور چیه؟ شناخت شخصیت اصلی مرلین مونرو، حالا در کنار یه سری اتفاقاتی که گذرونده. و خب اکران خوبی بوده و بعد از اکرانم بحث‌های روانشناختی این شخصیت انجام شد و خودم هم جای شخصیت آرتور میلر، مقاله نویس، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس برجسته آمریکایی صحبت کردم که بخش بیشتر شهرت آرتور میلر مربوط به ازدواج این شخص با مرلین مونرو میشه. مگدا اولین عشق من بود که هیچ وقتم به وصال نرسید. هیچ وقت حتی اعترافم نکرد. اما میتونست بشه. اگه توی 50 سالگیش زنده بود. مگدای زیبا. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان بودم و مفتخر شدم که در این کار همکاری بکنم باهاشون، با آرزوی موفقیت برای همشون. به نظرم این جنس فیلم هایی که میتونه کار سایکو باشه و تحلیل بکنین، کاراکترها رو تحلیل بکنین. من خودم به شخصه این تجربه رو در قلهک داشتم که فیلم هایی که بحث‌های روانشناختی داشت اونجا نمایش میدادیم و آقای دکتر شیری تحلیل میکرد و افراد و مخاطب هایی که ما داشتیم میامدن اونجا دقیقاً یه بخشی یا فراسایی از زندگی خودشون رو شاید تو این فیلم ها یا کاراکترها میدیدن و روانشناسی که اونجا بود فیلم و کاراکترها رو تحلیل میکرد و اینها چی میگن کیوهایی به افراد میداد که زندگی هاشون رو با کاراکتر فیلم مقایسه بکنن، تحلیل بکنن. اگر مشکلی تو زندگیشون میدیدن خب در جهت رفع اون قدم بردارن، اگرم نه مشکلی نداشتن که بتونن به زندگیشون ادامه بدن. خب یه بخشی از فیلم هایی که ما الان امروز تو دنیا ساخته میشه مشابه سازی میکنه، آدم میتونه خودش رو تو اون کاراکتر فیلم ها بگیره. حالا این فیلم هم خب یه بخشی این بود که کاراکتر یه سوپر استاری رو داشت تحلیل میکرد
که این از بچگیش تا روزی که خودکشی کرد در این فیلم زندگی یه جوری تحلیل میشد. بالاخره یه کیوهای این فیلم ها میدن که تحلیلش میتونه توجه یا آتاندیسمان کردن بعضی از این پلان ها میتونه کارگشا باشه، انسان ها میتونن تو زندگیشون ازشون استفاده بکنن. به نظرم این جنس کارها، اگر این جنس فیلم هایی که نقد های یعنی قدرت نقد اجتماعی داره با متخصصش به نمایش در بیاد، بعدش در موردش حرف زده بشه، به شدت میتونه کارگشا باشه.